إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت شده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: هرگاه الله سبحانه و تعالی یک شخصی را، یعنی یک بنده را دوست داشته باشد، جبرائیل علیه السلام را فریاد میکند و میفرماید: ای جبرائیل، من فلان بنده را دوست می‌دارم، پس تو نیز آن بنده را دوست داشته باش. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: پس جبرائیل امین آن بنده را دوست خواهد داشت. سپس جبرائیل علیه السلام در آسمان، یعنی در میان اهل آسمان ندا میزند و میگوید: الله فلان بنده را دوست می‌دارد، پس ای اهل آسمان، شما نیز آن بنده را دوست داشته باشید. پس اهل آسمان نیز آن بنده را دوست خواهند داشت. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: سپس قبول و رضایت در زمین نسبت به او قرار داده خواهد شد. یعنی وقتی که الله بنده را دوست داشت و جبرائیل امین آن بنده را دوست داشت و سپس اهل آسمان یعنی ملائکه ها آن بنده را دوست داشتند، در اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که بعد از اینها الله محبت این شخص را در میان اهل زمین جای میکند. و فرمودند: و هرگاه خداوند یک بنده را دشمن بدارد، سپس جبرائیل را ندا میزده است و میفرموده است: ای جبرائیل، من از فلان بنده متنفر هستم، پس تو نیز او را دشمن بدار. پس جبرائیل امین آن بنده را دشمن می‌دارد، سپس در میان اهل آسمان ندا میزند و میفرماید: ای اهل آسمان، خداوند از فلان بنده متنفر است، پس شما نیز او را دشمن بدارید. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: پس اهل آسمان نیز او را دشمن می‌دانند و از او متنفر می‌شوند و سپس کینه و نفرت در زمین نسبت به او قرار داده خواهد شد. یعنی الله یک شخص را از او متنفر باشد، جبرائیل از او بیزار باشد، ملائکه ها از او بیزار باشند و سپس الله کینه و نفرت او را در میان اهل زمین در قلب انسان ها جای میکند و انسان ها نیز از او متنفر میشوند. و الله ما را از گروه یکم میگرداند که ما را الله و جبرائیل و ملائکه های الله دوست داشته باشند و دعا میکنیم که هیچگاه الله بر ما غضب و ملائکه ها از ما متنفر نباشند و محبت ما را در قلب انسان های صالح و در قلب انسان های پاک و در قلب علما جای بگرداند. و از الله مهربان میخواهیم همگی ما و شما را وارد جنتش بگرداند و از الله مهربان میخواهیم یا الله ما را وارد جهنمت نگردان، یا الله ما از آن جهنم میترسیم. پروردگارا ما را وارد جنت الفردوس همراه شهدا، صالحان و پیامبرانت بگردان. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.